خطاب من به علی خامنه‌ای، رهبر رژیم اشغالگر ایران است. تو یک جنایتکار ضد ایرانی هستی. نه شرافت داری، نه انسانیت. دستانت به خون 10,000 ایرانی آغشته است. به خون کودکان، جوانان، بیگناهان. تو، رژیمت و تمام مزدورانت برای هر قطره خونی که ریخته اید پاسخ خواهید داد، بدون استثنا. ما نه میبخشیم، نه فراموش میکنیم و نه عقب مینشینیم. همان گونه که جنایتکاران نازی در نورنبرگ محاکمه و مجازات شدند، تو و همدستانت نیز محاکمه و مجازات خواهید شد در دادگاه ملت ایران. پایان تو رسوایی است، ننگ ابدی. هیچ جنایتی بی پاسخ نمی ماند. نام تو ثبت شده است، نام تمام آمران، عاملان و همدستانت. راه فراری نیست، جایی برای پنهان شدن نخواهید داشت. قاتلان مردم ایران هیچ مسئولیتی نخواهند داشت. و شما ملت بزرگ ایران، فرزندان شجاعم، خواهران و برادران داغدار اما استوارم، شما تنها نیستید. ایستادگی شما تاریخ را تغییر داده است. شما در خط مقدم آزادی ایستاده اید و ما از همیشه به پایان این رژیم نزدیکتریم. این رژیم ترک برداشته است. قدرتش فرسوده شده. سقوطش آغاز شده است. به خودتان ایمان داشته باشید. به اتحادتان، به شجاعتتان، به بزرگیتان. این رژیم دیگر نمیتواند ملت بیدار و برخاسته ما را خاموش کند. نمیتواند ترس را بر ایران حاکم کند. این رژیم از شما و قدرتتان میترسد. ما اجازه نمیدهیم اندوهمان به ناامیدی تبدیل شود. هم میهنانم، سوگ از دست دادن بهترین فرزندان ایران سنگین است. اما ما این سوگ را به خشم آگاهانه و اراده شکست ناپذیر علیه خامنه‌ای و همه عاملان داخلی و خارجیش تبدیل می کنیم. آماده باشید. لحظه بازگشت به خیابان فرا خواهد رسید. گسترده تر، قدرتمندتر، مصممتر از همیشه. برای فتح تهران، برای بازپسگیری ایران، ادامه این نبرد تا پیروزی نهایی، نه فقط یک وظیفه ملی که عهدی است با جانباختگان راه آزادی و خون پاکشان. نامشان فراموش نخواهد شد، نه در تاریخ، نه در حافظه ملی، نه در قلب ما. آن روز دور نیست، روزی که با هم جشن بازپسگیری ایران را میگیریم و با سربلندی میگوییم ایستادیم، جنگیدیم و پیروز شدیم. پاینده ایران. اول کشور رو آزاد خواهیم کرد، اون صندوق رو برقرار خواهیم کرد و آنگاه اجازه خواهیم داد که ملت ایران به مفهوم اخص کلمه سرنوشت آینده خودشون رو به دست خودشون انتخاب کنند. ایرانیان عزیز خارج از کشور، راهپیمایی‌های بزرگ و پرشکوه شما در روزهای گذشته در 4 گوشه جهان، از استرالیا تا سراسر اروپا تا کانادا و آمریکا، به هم‌میهنان شجاعمان در میهن اشغال شده نیرو و امید داده است. صدای شما صدای ملت ایران است. سپاسگزار و قدردانتان هستم. امروز در شرایطی که جمهوری اسلامی با کشتار بیرحمانه و حکومت نظامی
هزینه حضور مردم در خیابانهای ایران را بسیار بالا برده، مسئولیت شما در جلب پشتیبانی بین‌المللی برای هم‌میهنانمان سنگین‌تر است. اهمیت نقش شما از هر زمانی بیشتر است. تداوم فعالیت‌های شما لازم و ضروری است. گسترده‌تر، هماهنگ‌تر، منسجم‌تر و هدفمندتر. همانطور که در کنفرانس خبری اخیر در واشنگتن اعلام کردم، ما در این مرحله 6 خواسته مشخص از جامعه جهانی داریم. همه فعالیت‌های ایرانیان خارج از کشور، از تجمع و تحصن و راهپیمایی تا گفتگو و نامه‌نگاری با تصمیمگیران و قانونگذاران و تا اطلاع رسانی در رسانه‌ها و شبکه‌های آنلاین میبایست پیرامون این 6 خواسته متمرکز شود. نخست، حفاظت از مردم ایران با تضعیف ماشین سرکوب رژیم، به ویژه از طریق هدف گرفتن سپاه پاسداران، فرماندهان آن، ساختار فرماندهی و زیرساخت‌هایش. دوم، فشار اقتصادی حداکثری با مسدود کردن دارایی‌های رژیم در سراسر جهان و هدف گرفتن شبکه مخفی نفتکش‌های آن موسوم به ناوگان ارواح. سوم، فراهم کردن اینترنت آزاد برای ایران از طریق استارلینک و دیگر ابزارهای ارتباط امن، از کار انداختن توان رژیم برای قطع اینترنت. چهارم، اخراج دیپلمات‌های رژیم و پیگرد قانونی جنایتکاران علیه بشریت. پنجم، آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی. و ششم، آمادگی برای گذار دموکراتیک در ایران و به رسمیت شناختن دولت انتقالی مشروع. من از همه شما می‌خواهم زیر پرچم شیر و خورشید ایران متحد بمانید. پرچمی که 10,000 ایرانی شجاع جان خود را برای برافراشتن دوباره‌اش فدا کردند. اختلافات شخصی را کنار بگذارید. از موازیکاری و برنامه‌های جداگانه در یک شهر پرهیز کنید. تلاش‌ها را همسو و هماهنگ کنید تا اثرگذارتر باشید. به یاد داشته باشید که شما در چشم جهانیان نمایندگان ملت بزرگ ایران هستید. بنابراین رفتار شما باید شایسته، متمدنانه و در تراز اخلاق و فرهنگ ایرانی باشد. من و تیمم با دقت فعالیت‌های هماهنگ شما را دنبال می‌کنیم و به زودی برنامه‌های مرتبط با روز جهانی اقدام و همبستگی با انقلاب ملی ایران اعلام خواهد شد. نگاه هم‌میهنان شریفمان در ایران که در بند رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی هستند به ماست. دست در دست هم بدهیم تا رنجشان زودتر پایان یابد، تا به آزادی و رفاهی که شایسته آن هستند برسند. آن روز از همیشه نزدیکتر است. پاینده ایران. In the middle of what's happening, I think I can update you with the latest news that I had from Iran itself. I just got off the phone with a political prisoner that managed to somehow connect to the internet. And here's what the situation on the ground is. It's an ongoing war between the people and this regime. The regime has massacred them, and it is in total darkness that it is carrying out even more brutality by shooting people in hospitals under the direct order of Khamenei, not to let anyone who was even wounded alive. That's the extent of their brutality, and the numbers you quoted is correct. We anticipate at least 20,000 people dead, if not more, across the land. Now, one thing that the world and this audience needs to realize is that these brave Iranians are saying, we are fighting not just for our own liberation,
but to free the world from this terrorist regime. Their commitment is to fight to the very end, and this is the momentum that we have right now. And what could change the odds in their favor is the much-needed neutralization of the regime's instruments of repression, which can only occur based on what the president stated a few days ago, that it will be consequential for the regime using the brutality against the people. And you should not believe a word the regime says, because as an act of desperation, they're trying to buy time. They will make the same false promises that they've done before, and you cannot rely on their words at all. علی خامنه‌ای بداند که رژیمش متزلزل است. بیشتر اطرافیانش از او متنفرند. جمع زیادی از پاسدارانش منتظر فرصتند تا از کشتی در حال غرق شدن جمهوری اسلامی بگریزند. به او میگوییم که از این مسیر منتهی به خون و آتش بازگردد. بیش از این مرگ و رنج را بر ملت بزرگ ایران و حتی حامیان خود تحمیل نکند. تعهد ما به برگزاری یک دادگاه منصفانه منطبق با استانداردهای بین‌المللی شامل خامنه‌ای نیز می شود. آنچه خود او از ایرانیان دریغ کرده است